حمله تند و بی‌سابقه پسر ناصر ملک مطیعی به علی نصیریان و روزنامه کیهان. در ادامه به همین موضوع میپردازیم. آرزو نه به اون معنی که آرزوی واحدی داشته باشم. آرزوم اینه که به هر حال نمیتونم بگم. خیلی حرفه 30 و چند سال کار هنری نکنی و سوپر استار بمونی. این یعنی سوپر استار. یک نفر سینمای فرهنگی بهش میگفتم فیلم فارسی که همون فردین و ملک مطیعی اینا بودن، اونم نباید ما دست کم بگیریم اون سینما رو نباید بکوبیم اون سینما نباید توف کنیم نه. اون سینما درسته که از لحاظ فرهنگی و کیفیت ضعیف بود، ولی جامعه ما رو با سینما آشنا کرد، مردم با سینما رو کرد و بینابین بسیاری از فیلم‌ها که داشتن کارهای نسبتاً خوبی هم بود. نسل بعد که هست. علی نصیریان، بازیگر مشهور و قدیمی ایرانی، توی یکی دو روز گذشته در یک مراسم رسمی صحبت از سینمای قبل از انقلاب و فیلم‌های موسوم به فیلم فارسی کرد و اسم از فردین و ناصرخان ملک مطیعی برد. اون گفت اون سینمای ما قبل سینمای فرهنگی که بهش میگفتن فیلم فارسی که همون فردین و ملک مطیعی و اینا بودن، اونم نباید دست کم بگیریم، نباید بکوبیم و نباید بهش توف کنیم. درسته از نظر فرهنگی و کیفیت ضعیف بود، ولی جامعه ما رو با سینما آشنا کرد، مردم ما رو سینما رو کرد. روزنامه کیهان هم در مطلب توهین‌آمیزی در مورد بازیگران قبل از انقلاب و مخصوصا در مورد ناصرخان ملک مطیعی، هنرمند دوست داشتنی مشهور و سینمای قبل از انقلاب، نوشته بود: یکی از نقش‌های دست دوم تازه ترین فیلم یک کارگردان کم استعداد ولی پر سر و صدا به نام نقش نگار به یکی از هنرپیشگان سینمای شاهنشاهی به نام ناصر ملک مطیعی سپرده شد. مقصد و مقصود سازندگان فیلم نقش نگار از حضور این بازیگر با سابقه طولانی در سینمای فیلم فارسی در این فیلم چه میتونست باشه؟ آیا میخواستن در سن 80 و چند سالگی توانایی های این بازیگر استفاده کنند؟ آیا هیچ بازیگر دیگه‌ای نمیتونست در این نقش دست چندان بازی کنه؟ آیا قصد سازندگان فیلم به جز دلجویی و تجلیل از بازیگری بود که کارنامه مبتذلی در عرصه سینمای ایران داشت و خودش در مصاحبه با برنامه 7 از مردم ایران بارها خواسته بود که اون رو ببخشند؟ پسر ناصرخان ملک مطیعی در پاسخ به این متن در روزنامه کیهان گفت 6 سال از رفتن ناصر ملک مطیعی گذشته، هنوز به قول معروف ول نمی کنید؟ هنوز دل تاریکتون پر از کینه است؟ چند دهه فحاشی، حتی اتهام زدنهای ناجوانمردانه، پرونده سازی های دروغین، درون به استحلا روزنامه به پدر من و دیگر هنرمندان قبل از انقلاب کافی نبود؟ اول انقلابتون که محاکمش کردید، حالا نبش قبر کنید و استخوان‌های پدرم را به دادگاه ببرید و دوباره محاکمه کنیدش. ما قبل از اینکه بریم سراغ جواب پسر ناصر ملک مطیعی، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. امیرعلی ملک مطیعی در پاسخ به علی نصیریان هم نوشت: دوستی این ویدیو رو در واتساپ برای من فرستاده و نوشت
آقای نصیریان از پدرت و فردین کلی تعریف و تمجید کرده. ویدیو به لطف فیلترینگ بسیار زمان برد تا لود شه. همانطور که آن دایره لود شدن میچرخید من به فکر فرو رفتم. عجیب بود که جناب آقای علی نصیریان 46 سال حتی یک جمله از اسطوره سینمای ایران استاد بهروز وثوقی، زنده یاد محمد علی فردین و پدرم ناصر ملک مطیعی حرفی نزدند، نامی نبردند، دفاع و حمایتی نکردند. حالا چطور شده که این عزیز بزرگوار از پدر من و فردین نام برد و تعریف کرد؟ حتی یادمه در جشن اختتامیه سریال شهرزاد همان ابتدای برنامه آقای احسان کرمی گفت کسانی اینجا هستند که نامشون قطعاً سالن رو منفجر خواهد کرد. شک ندارم کافیه من بگم ناصر ملک مطیعی و تمام حاضرین در سالن بلند شدن و ایستاده دست زدند. همه ایستادند به جز آقای نصیریان که بلند نشد. ویدیو بالاخره لود شد. کوتاه بود و گویا خبری از تعریف و تمجید نبود. گفته های استاد علی نصیریان از 100 تا فحش بدتر بود. ایشون در بخشی از سخنانش فرمودند اون سینمای ماقبل فرهنگی که بهش میگفتند فیلم فارسی که همون فردین و ملک مطیعی و اینا بودند، اونم ما نباید دست کم بگیریم، ما اون سینما رو نباید بکوبیم، ما تو اون سینما نباید توف کنیم. ما استاد علی نصیریان بزرگوار، توف واقعا توف این است؟ طرز صحبت کردن جناب عالی در دانلود سینمای قبل از انقلاب، سینمایی که خودتان هم در همان سینما معرفی و بازیگر شدید. سینما را تقسیم می‌فرمایید به سینمای فرهنگی و ماقبل فرهنگی. فردین و ملک مطیعی را جزو سینمای ماقبل فرهنگی می‌دانید، بعد خودتان را جزو سینمای فرهنگی می‌دانید. حضرت عالی فیلم فارسی بازی نکردید؟ فیلم آقای هالو خاطراتتان هست؟ شما در نقش یک کلاه مخملی عاشق یک روسپی میشوید، بعد به فاحشه‌خانه میروید با صاحب فاحشه‌خانه که نقش آن را زنده یاد استاد عزت الله انتظامی بازی کردند عرق میخوردید و میرقصیدید. بعد با باجگیر فاحشه‌خانه که آقای عنایت بخشی نقشان را بازی میکند درگیر میشوید، کتک کاری میکنید و غیره آنها. آیا اینها فیلم فارسی نیست؟ یا مثلا فیلم پستچی که دیگر توضیح نمیدم، فیلمی پیرامون، موضوع ناتوانی جنسی و رابطه نامشروع و غیره. صحنه هایی از بازی شما در این فیلم وجود دارد که من باور نکردم حضرت عالی هستید. آیا اینها سینمای فرهنگی است؟ من به دلیل علاقه و احترامی که برای جناب عالی قائل هستم ادامه نمیدهم. دوستان عزیز خیلی ممنونیم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگر به اخبار و حواشی سلبریتی ها علاقه دارین کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.